بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، با حل سوالات درس 1 حسابان 11 در خدمت شما عزیزان هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ سوالاتمون، به این نکاتی که نیاز هست برای مجموع جملات دنباله حسابی رو با هم جمع‌بندی کنیم. خب دوستان، ما یاد گرفتیم، با هم خوندیم که مجموع چند جمله دنباله حسابی از رابطه SN مساوی N دوم A1 به اضافه AN به دست میاد. یا اینکه از سالهای قبل میدونستیم که جمله عمومی دنباله حسابی برابر A1 جمله اول به اضافه N منهای 1 D هستش. خب اگه بخوام در اینجا به جای AN قرار بدم این مقدار رو، این رابطه رو، 2 تا A1 به دست میاد. پس بار دیگه هم میتونم اینطوری بنویسم برای SN N دوم این A1 با این A1 جمع میشه 2 تا A1 N منهای 1 D. خب اما از کجا بدونم کدوم رابطه رو باید استفاده کنم؟ اگر جمله شروع به جمع رو، جمله شروع و پایان رو داشته باشیم از این رابطه استفاده میکنیم، و اگر قدر نسبت و جمله شروع رو بدونیم از این رابطه استفاده میکنیم. اما باید یک تذکر ویژه رو به خدمت شما بگم. در جمله عمومی حسابی، جمله عمومی به A1 میگفتیم جمله اول، یعنی اولین جمله دنباله حسابی، و در این رابطه به N میگفتیم شماره جمله و D هم قدر نسبت بود. خب دوستان، حالا در SN باید توجه کنیم A1 جمله اول نیست، جمله ای است که شروع به جمع میکنیم. یعنی چی جمله ای است که شروع به جمع میکنیم؟ ببینید دوستان، شاید به ما بگن مثلا 5 جمله اول رو جمع بزن. خب کلاس درسی خدمتتون گفتیم به عنوان مثال 2 5 8 11 مثلا میخوایم از اول شروع کنیم به جمع کردن. A1 میشه 2. حالا بگه اگه فرضاً 2 جمله بعدی رو جمع بزن، یعنی از 8 شروع کن. A1 8. پس از هر جمله‌ای که شروع میکنیم در SN به اون جمله‌ای که شروع میشه به جمع کردن به اون میگن A1 جمله شروع جمع. خب اما جمله AN هم پایانی هست. تا کدوم جمله میخوایم جمع کنیم به اون میگن AN. و این رو هم باید توجه کنیم در رابطه SN، در رابطه SN به N میگن تعداد جمله، تعداد جمله‌ای که میخوایم جمع کنیم. خب این هم تعداد جمله هست. و اینجا ببینید در جمله عمومی به این N میگفتیم شماره جمله. حتی در SN هر کجا N دیدین شما تعداد جمله‌ای هست که میخوایم جمع بزنیم. مثلا 3 جمله اول 5 جمله را جمع کن، یعنی Nمون تعداد جمله هستش. خب دوستان، و یک رابطه دیگه هم خدمتتون عرض کنیم برای قدر نسبت. اینجا بنویسم. ما قدر نسبت رو سال دهم یاد گرفتیم. اگر جملات متوالی باشند، هر جمله منهای جمله پشتی عقبی، جمله قبل از خودش، A4 منهای A3، A5 منهای A4، A10 منهای A9. حالا اگه متوالی نبود، اینا برای متوالی، غیر متوالی پشت سر هم نباشه، خدمتتون گفتیم که مقدار جملات رو از هم کم کن، بعد زیر خط کسری شماره ها رو از هم کم میکنیم. خب در حالت کلی برای شروع به مجموع جملات دنباله حسابی تقریبا این روابط پیش نیاز و کافی هستش. بریم بعدی. خب مثال 1 از ما خواسته مجموع 20 جمله اول دنباله روبرو را بیابید. خب گفته SN رو پیدا کن، مجموع 20 جمله اول.
خب یعنی S20. خب وقتی من میخوام S20 رو حساب کنم، خب دوستان تعداد جملم 20 هست. خب بیا ببینم چیا رو دارم. دو تا رابطه خوندیم، یکی SN بالایی گفتیم دیگه، N دوم در A1 به اضافه AN اگه شروع و پایان جملات باشن. اگر هم نبود که اینجا هم پایان تا کجا جمع بزنیم، فقط گفته تعداد رو گفته، از این رابط استفاده میکنیم که حتما روابط رو هم در حل سوالات تشریحی بنویسیم. دو تا A1 به اضافه N منهای 1 D، از این رابطه میخوایم استفاده کنیم. خب جمله شروع از اول میخوایم جمع بزنیم، پس A1 رو دارم. تعداد N هم 20 هستش. قدر نسبت لازمه برای این رابطه. گفتیم هر جمله منهای جمله قبلی، حالا -1 منهای 3 یا 3 منهای 1 یا 5 منهای 3، خب میشه این 2. قدر نسبت هم 2 هست. خب دوستان بیایم جایگذاری کنیم. S20 N دوم 2 تا A1 تعداد 20 منهای 1، اینجا به جای n قرار میدیم 20 منهای 1 و این n هم 20. ضرب در قدر نسبت. بیایم داخل کروشه بزرگ رو ساده کنیم. -6 این هم میشه 19. 2 ضرب در 19 میشه 38. خب 38 منهای 6 دوستان میشه کل این کروشه به دست میاد 32. ضرب داره 2 20 هم ساده کنیم میشه 10. پس مجموع 20 جمله به دست میاد 320. خب این از این مثال یکمون. بریم سراغ مثال دوم. از ما خواسته مجموع چند جمله از دنباله برابر 87 است. به ما گفته تعداد رو پیدا کن. تعداد چند تا مقدار دنباله رو با هم جمع کنم، چند تا جمله رو با هم جمع کنم، n تعدادش رو خواسته که حاصل بشه 87. خب دوستان جمله پایانی رو ندارم، پس شروع A1 از -3 شروع میشه. قدر نسبت 4 منهای 3 یا 11 منهای 4 میشه 7. خب گفته حاصل چند جمله شده 87. پس بیام بنویسیم دیگه SN از کدوم رابطه استفاده میکنیم؟ چون جمله پایانی رو نداریم، از رابطه‌ای که قدر نسبت رو داشت. 2 تا A1 تعداد منهای 1 ضرب در قدر نسبت، این رو می نویسیم برابر 87 قرار میدیم. خب دوستان n تعداد رو خواسته، n پس مجهول n دوم 2 تا A1 -3 هستش. خب A1 -3 تعداد رو میخواییم، دی هم برابر 7 هستش. خب دوستان بیام ساده کنیم دیگه. 2 ضرب در -3 میشه -6. این 7 به داخل پارانتز ضرب بشه دیگه، با این -3 کار نداره، جمع هست بینشون، به پارانتز ضرب میشه، میشه مثبت 7 تا n منهای 7. خب این حاصلش شده 87. میخوایم این رو به دست بیاریم. خب بنویسیم با هم. خب دوستان n دوم خودش میاد، -7 و -6 میشه -13 مساوی 87. خب برای اینکه ساده سازی رو انجام بدم، این 2 بره اون سمت ضرب میشه، اینجا تقسیم هست، بره اون طرف معادله ضرب میشه. خب بیام بنویسم n رو هم به داخل ضرب میکنم، 7n2 منهای 13n مساوی 174. 2 ضرب در 80 بشه میشه 160، اینم 7 14 میشه 174. خب دوستان من میتونم با جایگذاری این رو حل کنم یا اینکه از معادله درجه دوم حل کنم. حالا اگه بخوام با جایگذاری این کار رو انجام بدم، حالا من میخوام از 10 شروع کنم. اگه 10 قرار بدم به جای n، ببینید
n به توان 2 10 به توان 2 میشه 100 ضرب در 7 بشه میشه 700 منهای 130 خیلی بالا رفت باید بیایم پایین تر. خب از 5 شروع کنم 7 ضرب در 25 به جای این 5 قرار دادم 13 ضرب در 5 ببینیم حالا چی به دست میاد 13 ضرب در 5 بشه میشه 65 175 خب پس 5 نشد اگه 5 قرار بدم مقدارش از 174 کمتر میاد خب 6 قرار میدیم خب 7 ضرب در 36 منهای 3 ضرب در 6 خب 3 تا 18 یک اونم میشه 78 7 تا 42 اینم 52 خب دوستان بیاین این رو کم کنیم 252 منهای 78 میشه 174 پس تعداد جمله‌ای که میخوایم جمع کنیم 6 تاست 6 جمله اگه 6 تا جمله از این دنباله رو با هم جمع بزنم حاصل میشه 87 خب بریم سراغ قسمت بعدی